دوستان عزیز سلام، دوباره خوش آمدین. دوستای عزیز، در این ویدیو ما سوالات امتحان رانندگی ایالت کالیفرنیا امریکا را آوردیم که یکایکش حل میکنیم و تا آخر میبینیم که کدام سوال جواب درستش کدام است و کدام جواب اشتباهش است که نباید ما و شما انتخاب کنیم. دوستای عزیز، باید بگوییم که سوالات تمامش از سوالات امتحان رانندگی کالیفرنیا گرفته شده. قراره که شما در تصاویر میبینین این پارچه های امتحان کسایی است که امتحان درایوری را دادن در کالیفرنیا و سوالات درست و یا اشتباه جواب دادن که من خواستم یک ویدیوی از این را براتان جور کنم تا براتان بگویم کدام سوالات جوابش چی است و جواب درستش کدام است، جواب اشتباهش کدام است. پس تا آخر ویدیو من همراهی کنین تا بفهمین کدام جواب مربوط به کدام سوال میشه و کدام جوابش درست است. یک جا با هم تا آخر ویدیو را میبینیم. سوال اول: زمانی که به هایوی یا سرک‌های شاهراه داخل می‌شوید شما باید رانندگی کنید در. خود سوال از ما و شما پرسان کرده که زمانی که ما و شما در سرک هایوی یا در سرک شاهراه داخل میشیم باید به چی شکل رانندگی کنیم. جوابا را یک بار میخوانیم. هماهنگ با سرعت موترهای شاهراه و یا نزدیک با آن. جواب دوم میگه با سرعت مجاز قانونی و جواب سوم میگه بسیار کمتر از سرعت موترهای شاهراه. نه خیر. جواب درستش کدام است؟ جواب اول. چرا وقتی که ما و شما داخل هایوی یا سرک های شاهراه میشیم باید اسپید یا سرعت خود هماهنگ با موترهای که در شاهراه هستند بسازیم و یا حداقل نزدیک به اونها بسازیم. نباید با سرعت بسیار کمتر از اونها رانندگی کنیم، چون یکی از قوانین شاهراه همین است که تو باید با اسپید بالاتر یا با سرعت بالاتر که برای شاهراه گفته با اون سرعت رانندگی کنی و یا حداقل نزدیک به اون سرعت باشی. نباید با سرعت بسیار کم رانندگی کنید این سرک ها. پس جواب درستش هماهنگ با سرعت موترهای شاهراه و یا نزدیک با آن است. سوال دوم: شما با سرعت کم در حال رانندگی در یک شاهراه هستید. پشت سر شما در مسیر ترافیک وجود دارد و راننده پشت سر شما میخواهد سریعتر حرکت کند. شما باید. خود سوال از ما و شما پرسان میکنه، میگه که شما در سرک شاهراه هستین و در پشت سرتان چندین دانه موتر دیگه است و موتری که در پشت سر شماست میخواد که از سر شما سبقت بگیره یا سریعتر حرکت کنه. شما چی باید بکنید؟ جواب را یک بار میخوانیم. چنانچه در محدوده سرعت تعیین شده رانندگی میکنید خط خود را تغییر ندهید. جواب دوم میگه هنگامی که امن است به خط دست راست بروید و جواب سوم میگه فقط خط خود را زمان تغییر دهید که 5 یا تعداد بیشتر موتر در پشت سر شما باشد. دوستای عزیز، این سوال اکثریت دوستای ما متاسفانه اشتباه میکنن. چرا؟ چون در سوال یک باریکی وجود داره. مثلا اگر شما در سوال دقت کنین میگه شما با سرعت کم در حال رانندگی در یک شاهراه هستید. خب اولا ما و شما در شاهراه که رانندگی میکنیم نباید سرعت کم داشته باشیم و زمانی که سرعت ما نسبت به موترهای دیگه کم میباشه پس موترهایی که سرعت می داشته باشن یا میخواین اونمو اسپیدی که شاهراه برشان اجازه داده رانندگی کنن، پس ما و شما باید به اونا چی کنیم؟ راه بدیم تا اونا تیر شون و بعد از اون ما و شما به رانندگی خود ادامه بدیم. پس جواب درست ما کدام است؟ هنگامی که امن است به خط دست راست بروید. یعنی وقتی که در خط دست راستتان کسی نیست یا میتونین در خط دست راستتان خالیست داخل شوین، پس در خط دست راست میرین و میمونین که موترهایی که سرعت زیاد است از سر شما سبقت بگیرن و برن. سوال بعدی: تغییر لین به صورت ذیل اگر انجام شود خوب است. خب سوال واضح است. بر ما شما میگه که تغییر لین به چی شکل، یعنی اگر انجام شود بسیار خوب است. جواب را یک بار میخوانیم. بکرات و سریع، یعنی بار همین کار انجام شود و تیز انجام شود. دوم میگه زمانی که یک موتر در ساحه کورتان است و جواب سوم میگه آهسته و با احتیاط. خب جواب درست ما کدام است؟ آهسته و با احتیاط. خب زمانی که ما شما میخوایم لین خود را تغییر بدیم باید داشته باشیم که باید آهسته و با احتیاطی کار بکنیم. اگر ما شما دفعتا یا سریعا لین خود را تبدیل کنیم، موترهایی که در کنار ما است ممکن که بترسن یا ورخطا شوند و یا با موتر شما اصابت کنه، تکر کنن و یا با موترهای دیگه. پس هر زمانی که ما شما میخوایم لین خود را تغییر بدیم باید با آهستگی و با احتیاط این کار انجام بدیم. سوال بعدی: شما می توانید از بالای دو خط زرد عبور کنید اگر. در سوال از ما شما پرسان میکنه اگر در سرکی که شما قرار دارین دو خط زرد است شما میتونین از بالایش عبور کنید، در چی شرایط عبور کنید؟
دوستای عزیز، ما ویدیوی خطوط سرک قبلا جور کردیم در چینل یوتیوب ما است و من در آخر ویدیو لینکش براتون میمانم. شما اگر راجع به خطوط سرک نمیفهمین کدام خط چی معنا را داره و چی مفهوم افاده میکنه و ما باید این خط که میرسیم چی عکس العمل را انجام بدیم یا چی کار را باید انجام بدیم، شما حتما اون ویدیو را تا آخر ببینید. بعد از اون میفهمین که هر خط یا هر رنگی که در خطا استفاده شده معناهاش چی است و به ما شما چی مفهوم میرسانه. پس در سوال از ما شما پرسان میکنم، میگه شما میتونین از بالای دو خط زرد عبور کنین اگر. پس جواب را یک بار میخوانیم. موتری که در مقابل شماست به سمت راست برود تا برای شما راه را خالی کند. جواب دوم میگه خط زرد سمت شما خط شکسته باشد. جواب سوم میگه خط زرد سمت مقابلتان شکسته باشد. پس جواب درست ما کدام جواب است؟ خط زرد سمت شما خط شکسته باشد. یعنی هر زمانی که در سمت ما خط زرد شکسته می باشه ما میتونیم از بالای خط عبور کنیم و از موتر پیشروی خود سبقت بگیریم. سوال بعدی، زمانی که پارک میکنید تایرهای پیشروی موترتان را به طرف جدول بچرخانید. جواب را یک بار میخوانیم. به طرف سرنشیبی، به طرف سربالایی، در یک جاده مسطح یا هموار. خب ما شما میفهمید دوستای عزیز، هر زمانی که از بالای تپه به پایین تپه میخوایم بیاییم و در دامنه تپه میخوایم که یعنی در سرنشیبی میخوایم که موتر خود پارک کنیم، باید تایرهای خود به سمت جدول بچرخانیم. پس جواب درست کدام است؟ به طرف سرنشیبی. یعنی هر زمانی که ما و شما به طرف پایین تپه میاییم و موتر خود در زمان پایین شدن از تپه میخوایم یک کناره پارک کنیم، باید تایرهای موتر خود به سمت جدول بچرخانیم. چرا؟ اگر خدای نخواسته موتر مثلا از گیر مبرایه یا مثلا هاین بریک موتر کار نمیته و موتر به طرف مقابل میره، اگر ما تایرایش به سمت جدول چرخانده باشیم این موتر در جدول بند میمانه و از اینکه روبروی بره با کسی حادثه کنه جلوگیری میشه. سوال بعدی میگه لوحه های نظارتی، یعنی از ما شما میگه لوحه های نظارتی به کدام رنگ است؟ جوابا را میخوانیم. گرین، یلو و وایت. دوستان عزیز، ما شما میفهمیم لوحه هایی که گرین یا سبز هستند انفارمیشن یا معلومات میتن. لوحه هایی که یلو یا زرد هستند بر ما شما هشدار میتن از وقایعی که در پیشروی ما قرار است به وقوع بپیونده یا چیزایی که در سرک قرار است بیاید در پیشروی ما، از او بر ما هشدار میتن. و لوحه هایی که به رنگ سفید هستند اینا لوحه های نظارتی هستند. عموما بر ما شما قوانین و مقررات جاده را میگن که به این سرعت رانندگی کنین و به از این سرعت بیشتر رانندگی نکنید. پس لوحه های نظارتی به رنگ سفید می باشند. سوال بعدی، ریورس کردن موتر. جواب را یک بار می خوانیم. همیشه خطرناک است. خطرناک است اگر یک نفر راهنما داشته باشید. تنها در موترهای طولانی یا بزرگ خطرناک است. پس ریورس کردن موتر چی است؟ چیزی است که همیشه دوستای ما شکایت میکنن از، یعنی همیشه میگن که ریورس کردن موتر خطرناک است. پس جواب درستش کدام است؟ ریورس کردن موتر همیشه خطرناک است. هر زمانی که شما میخواین که موترتان ریورس کنین، دور بخورین و یک جای به شکل ریورس پارک کنین، بسیار باید توجه کنین. یعنی ریورس کردن موتر از جایی که ما شما درست دید نمی داشته باشیم بسیار خطرناک است. پس جواب درستش جواب اول است. سوال بعدی، قبل از داخل شدن به خط اصلی تان بعد از سبقت گرفتن از موتر دیگر شما باید. جواب را یک بار میخوانیم. هارندتان را فشار دهید. جواب دوم، چراغ‌های پیشروی موتر سبقت شده را در شیشه عقب داخل موتر ببینید. و جواب سوم میگه با چراغ‌های خویش اشاره دهید. خود سوال از ما شما پرسان میکنم، میگه هر زمانی که شما اثر یک موتر سبقت میگیرین قبل از اینکه دوباره داخل امو خطتان شوین یا دوباره امو موتر قید کنین چی باید بکنین؟ جواب درست کدام است؟ چراغ‌های پیشروی موتر سبقت شده را در شیشه عقب داخل موتر ببینید. یعنی هر زمانی که ما شما موتر را که سبقت گرفتیم اثرش یا موتر را که ما شما پیش کردیم، هر زمانی که چراغ‌های پیشرویش ما شما در شیشه عقب داخل موتر دیدیم، او زمانی است که میتونیم داخل خط شویم و یا او موتر قید کنیم. چرا؟ چون میفهمیم که حال دیگه ما با یک فاصله زیادی از این موتر قرار داریم و اگر قیدش کنیم یا داخل خط شویم مشکل ایجاد نمیکنه. پس جواب درست ما همین جواب دوم است. سوال بعدی، موجودیت هر مقدار الکل یا شراب در خون بالای خانه خالی تاثیر میکند. یعنی میگه اگر مقدار کم شراب یا الکل نوشیده باشین بالای چی تاثیر میکنه در وجود شما؟ جواب را یک بار میخوانیم. امتیاز حق اولویت، قضاوت و هماهنگی فیزیکی. جواب سوم میگه دانش یا دانایی.
پس جواب درست کدام است؟ جواب دوم. ما شما میفهمیم اگر مقدار کمی از شراب یا مقدار کمی از الکل در وجود یک شخص باشه یا در خون یک شخص باشه، بالای قضاوت و هماهنگی فیزیکی از او آدم تاثیر میکنه. یعنی قضاوت و هماهنگی از او آدم پایین میاره، یعنی ممکن که آدم بالاخره حادثه کنه. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب دوم است. سوال بعدی: وقتی که شما میخواهید دور بزنید، چند فوت قبل از مکان دور زدن باید اشاره خویش را روشن کنید؟ یعنی میگه قبل از اینکه شما دور بخورین چه وقت باید اشاره تان روشن کنید؟ یکی خو در بعضی سوالات دوستای عزیز به حساب ثانیه می باشه که چند ثانیه پیشتر ما شما باید روشن کنیم، 3 الی 4 ثانیه پیشتر باید اشاره خود روشن کنیم. و اگر به حساب فوت می باشه باید 100 فوت قبلتر از جایی که می خواهیم دور بخوریم باید اشاره خود روشن کنیم. پس جواب درست ما جواب سوم است. سوال بعدی: یک روز بسیار بادی است. شما رانندگی میکنید و یک طوفان ریگی و خاک در شاهراه میوزد و سطح بینایی شما را کاهش میدهد. شما باید سرعت خودش را کاهش دهید و خانه خالی روشن کنید. خود سوال بر ما شما میگه که یک روز بادی است یا یک روز طوفانی است، شما در سرک شاهراه رانندگی میکنید، دفعتا میبینید که یک طوفان ریگ و خاک میوزه و سطح بینایی را خو واضح است که وقتی که طوفان باشه یا غبار باشه سطح بینایی ما شما را پایین میاره و شما باید در قدم اول سرعتتان را کم کنین و بعد از اون میگه چی کار باید بکنید. جواب را یک بار میخوانیم: گروپ های داخل موتور را روشن کنید، گروپ های پارکینگ را روشن کنید و جواب سوم میگه گروپ های پیشرو را روشن کنید. دوستای عزیز، بعضی سوالات ممکن در امتحان براتون بیاد که جوابش نمیفهمین، ولی من براتون یک مشوره میتم، در سوالی که شما جوابش نمیفهمین جوابا را پیش خود تحلیل کنین. مثلا چنین یک سواله، شما اگر سوال بخوانین و بعد از اون جوابش بخوانین خودتان واضح میفهمین که روشن کردن گروپ های پیشروی موتور در زمانی که غبار باشه یا طوفان ریگ و خاک باشه کمکتان میکنه که بیشتر پیشروی موتورتان روشن شود و بیشتر بتونین سطح بیناییتان بالا ببرین و بیشتر چیزایی که در سرک است ببینینش. پس جواب درست ما کدام است؟ گروپ های پیشروی را روشن کنید. شما میتونید سوالایی را که یاد نداشتین یا سوال را که اصلا قبل از او با اون مواجه نشده باشین به این شکل جواب درستش پیدا کنید. سوال بعدی میگه این لوحه یک لوحه هشدار دهنده است که برای شما میگوید به خانه خالی نزدیک میشوید. لوحه را که شما در تصویر میبینید دوستای عزیز، این لوحه یک لوحه هشدار دهنده است. چرا؟ چون رنگ لوحه به رنگ زرد است. ما پیشتر هم گفتیم لوحه‌ای که به رنگ زرد میباشه برای ما و شما هشدار میده. از چی هشدار میده؟ از وقایعی که در پیش روی ما قرار است بیاید. مثلا در این لوحه بر ما و شما میگه که در پیش روی ما چی است؟ یک چهارراهی است. پس جواب درست ما چی است؟ یک چهارراهی. یعنی در پیش روی ما یک چهارراهی میآید. سوال بعدی: این لوحه کنار جاده به معنیه. جواب را یک بار میخوانیم: به سمت راست دور زدن ممنوع است. جواب دو میگه تنها میتوانید در جهت تیر برانید و جواب سوم میگه گلایی در پیش روی است. دوستان عزیز، شما در لوحه میبینین که بر ما شما در لوحه نشان میده که گلایی در پیش روی است. پس جواب درست از این سوال ما چی است؟ گلایی در پیش روی است. شما میبینین که تیر به سمت چپ دور خورده، یعنی امی سرک ما شما به سمت چپ دور خوردگی یا گلایی داره. پس جواب درست ما کدام است؟ گلایی در پیش روی است. سوال بعدی: این لوحه کنار جاده به معنیه. جواب را یک بار میخوانیم: متوجه عبور مردم از مسیر خودش باشید. جواب دوم: در این ساحه سبقت مجاز نیست. جواب سوم میگه ساحه کار در پیش روی است. شما دوستای عزیز، این لوحه‌ای که به رنگ نارنجی است، هر جایی که شما این لوحه را میبینین باید بفهمین که از ساحه کار بر ما و شما هشدار میده. مثلا بر ما و شما میگن در پیش روی ما ساحه کار است. شما با احتیاط رانندگی کنین که کارگرها در سرک کار میکنن، خدای نخواسته باعث تصادم یا باعث حادثه با اونا نشین. پس جواب درست ما کدام است؟ ساحه کار در پیش روی است. سوال بعدی: کدام یکی از بیانیه های ذیل درست است؟ جواب را یک بار میخوانیم که کدام جواب درست است. از پای چپ خویش برای بریک گرفتن استفاده کنید. این بیانیه کاملا غلط است. جواب دوم: از پای راست خویش برای هر دو بریک گرفتن و اکسلراتور دادن استفاده کنید. بله، به فعلا این جواب درست است. بریم ببینیم جواب سوم چی میگه. شما همیشه باید بریک های ناگهانی بگیرید تا مطمئن شوید موتور متوقف می شود. نه خیر. پس جواب درست ما کدام است؟ در بین این سه بیانیه جواب درستش همین جواب دوم است. سوال بعدی: رنگ لوحه های ترافیکی در ساحه بازسازی و ترمیم به رنگ خانه خالی است.
دوستای عزیز، در سوال قبلی هم من براتان جواب از این سوال گفتم، از او خاطر من جواب از این سوال حل نمی کنم. ایره میمونم برای خود شما تا در پایین تصویر کامنت کنید که جواب از این سوال کدام است. جواب اول است، جواب دوم و یا جواب سوم. پس منتظر کامنت هایتان و منتظر جواباتتان هستم. سوال بعدی: زمانی که این لوحه را میبینید باید توقف کنید و دوستای لوحه را که شما میبینید بر ما شما میگه زمانی که لوحه را شما میبینید یکی خوب باید توقف کنید. بعد از او چی کار باید بکنید؟ جواب را یک بار میخوانیم. فقط موترهای سمت را که میخواهید بروید چک کنید، بعدا ادامه دهید. جواب دوم میگه اجازه دهید تمامی موترهایی که قبل و بعد از شما آمده اولتر بروند. و جواب سوم میگه ترافیک تمام جناح‌ها را قبل از عبور بررسی کنید. دوستای عزیز، این یکی از سوالایی است که عموم کسایی که امتحان دادن این سوال اشتباه میکنن. به دلیل چی؟ اونا جواب دوم همیشه انتخاب میکنن. ولی توجه کنین که در جواب دوم یک باریکی بسیار کوچک است. اجازه دهید تمامی موترهایی که قبل و بعد از شما. دوستایی که این جواب انتخاب میکنن اینی موضوع بعد متوجه نمیشن. صحیح است، ما شما به موترهایی که قبل از ما آمده اجازه میتیم که بره، ولی موترهایی که بعد از ما آمده اونا حق اولتر ندارن. اونا باید حق اولویت بتن به ما. که جواب درست از این سوال ما کدام است؟ ترافیک تمام جناح‌ها را قبل از عبور بررسی کنید. یعنی زمانی که ما شما این لوحه را میبینیم اولا خود توقف میکنیم، بعد از او ترافیک یا موترهای تمام جناح‌ها را میبینیم که اگر کدام مزاحمت به دیگاه ایجاد نمیکنیم و یا رابندان نباشه میتونیم به مسیری که میخواهیم دور بخوریم. سوال بعدی: با کدام طریقه میتوان اثر شراب و دیگر مخدرات را در وجود کاهش داد؟ در سوال از ما شما پرسان میکنه اگر کسی شراب نوشیده باشه و یا نشه باشه که از دیگر مواد مخدر استفاده کرده باشه، چی رقم میتونه امی اثر شراب یا امی اثر مواد مخدر ای در وجود خود کاهش بده؟ جواب را یک بار میخوانیم. در هوای تازه نفس گرفتن. جواب دوم میگه با سپری کردن زمان بیشتر. و جواب سوم میگه نوشیدن کافی. با یاد داشته باشین دوستا که هیچ چیز اثر شراب کم نمیکنه یا اثر مواد مخدر کم نمیکنه الا سپری کردن زمان. یعنی هر قدر زمان سر از کسی که نشست یا مواد مخدر استفاده کرده هر قدر زمان سر از سپری شده بره همون قدر نشه از آدم کمتر شده میره. نفس گرفتن در هوای تازه و یا نوشیدن کافی نشه از آدم ها را کم نمیکنه. پس جواب درستش همین جواب دوم است. سوال بعدی: زمانی که در ساحه‌ای که سبقت گرفتن ممنوع است یک موتر از بالای موتر شما سبقت میگیرد شما چی باید بکنید؟ در سوال بر ما شما میگه زمانی که در یک ساحه هستین که سبقت گرفتن ممنوع است یعنی اجازه نیست، ولی یک موتر دیگه از سر شما سبقت میگیره، وظیفه شما چی است؟ شما چی باید بکنید در اون شرایط؟ جواب را یک بار میخوانیم. از سرک خارج شوید. جواب دوم میگه سرک و مکان خویش را حفظ کنید. و جواب سوم میگه سرعت خویش را کاهش دهید و بگذارید موتر که سبقت کرده مسون داخل خط شود. جواب درستش کدام است؟ همین جواب سوم است. کسی که در ساحه‌ای که سبقت گرفتن ممنوع است سبقت میگیره، ما شما همراه از او کار نداریم. ما شما کاری که باید بکنیم این است که نه به خود صدمه برسانیم و نه باید بر دیگر را صدمه و یا مزاحمت ایجاد کنیم. پس ما شما میتونیم که سرعت خویش کاهش بدیم و بانیم تا می موتر مسون داخل از همون خط شود. ممکن این آدم مریض داشته باشه، ممکن عجله داشته باشه یا هر گپ دیگه. این که غیر قانونی کدام عمل میکنه او را پلیس همراهش میفهمه یا مجازاتش میکنه یا پرسانش میکنه که چرا این کار کردی. ولی وظیفه ما و شما من حیث دریورای دیگه این است که سرعت خود کم کاهش بدیم و بانیم که مسون داخل خط شود. سوال بعدی: غیر قانونی است که اطفال سنین 6 سال و یا خردتر را بدون مراقبت در روزهای گرم در موتر تنها بگذارید. جواب را یک بار میخوانیم. حتی اگر با سیستم نگهداری از اطفال حفاظت میشوند. جواب دو میگه اگر تحت نظر یک شخص 12 سال و یا بزرگتر باشد. و جواب سوم میگه تنها زمانی که اگر کلید در سویچ موتر باشد. دوستای عزیز، در این سوال متاسفانه اکثرا دوستای ما دچار اشتباه میشن. اونا جواب درست جواب دوم انتخاب میکنن، در حالی که جواب درست از این سوال جواب اول است. به چی دلیل؟ به اینکه در سوال یک باریکی وجود داره. نوشته است که غیر قانونی است که اطفال سنین 6 سال و یا خردتر را بدون مراقبت در روزهای گرم در موتر تنها بگذارید.
از ما و شما پرسان نکرده که در چی شرایط میتونیم طفل در موتر تنها بانیم. اگر به این شکل پرسان کنه که در چی شرایط میتونیم طفل در موتر تنها بگذاریم، باز ما و شما میتونیم جواب دوم انتخاب کنیم که اگر تحت مراقبت یک شخص 12 ساله و یا بزرگتر باشه، در اون شرایط میتونیم ما طفل در موتر با همت یک شخص دیگه بانیم. ولی وقتی که به این شکل سوال میکنه، باز جواب درست ما حتی اگر با سیستم نگهداری از اطفال محافظت میشود. یعنی اگر در موتر ما سیستم نگهداری از اطفال هم است یا امی اطفال هم حفاظت میکنه، باز هم غیر قانونی است که در روزهای گرم طفل در موتر تنها بانیم. پس جواب درست ما امی جواب اول است. سوال بعدی: اگر موترتان کدام مشکل تکنیکی داشته باشد، جواب را یک بار میخوانیم. اشاره خویش را روشن کرده و به خط آهسته بروید. جواب دو میگه در خطی که هستید توقف کنید و چراغ‌های امرجنسی خویش را روشن کنید. جواب سوم میگه چراغ‌های امرجنسی خویش را روشن کنید و از سرک خارج شوید. دوستای عزیز، در سوال از ما و شما پرسان میکنه، میگه اگر موترتان دچار کدام مشکل تکنیکی میشه شما چی باید بکنید؟ جواب را خواندیم. جواب درستش کدام است؟ جواب سوم است. میگه چراغ‌های امرجنسی خویش را روشن کنید و از سرک خارج شوید. پس جواب درست ما امی جواب است. هر زمانی که موتر ما دچار کدام مشکل تکنیکی میشه، اولین کاری که میکنیم باید چراغ‌های امرجنسی خود را روشن کنیم تا به موترهایی که در اطراف ما است یا در عقب موتر ما است بفهمانیم که موتر ما دچار مشکل شده. تو کوشش کن از موتر ما کمی فاصله بگیری و بعد از او آهسته آهسته باید از سرک ما خارج شویم تا خدای نخواسته نشه که موتر دفعتاً در سرک خاموش شود، دفعتاً در سرک توقف کنه و با موترهای دیگه اصابت یا تکر نکنیم. از این خاطر در قدم اول چراغ‌های امرجنسی تان روشن میکنین، بعد از او با صورت آهسته و به صورت مسئول از سرک خارج میشین. سوال بعدی: وقتی که وسیله نقلیه در حال حرکت است شما ملزم به بستن کمربند ایمنی هستید. جواب را یک بار میخوانیم. و در صورت هر گونه کوتاهی ممکن است جریمه شوید. جواب دوم میگه فقط برای وسیله نقلیه که پس از سال 1975 تولید شدند. جواب سوم میگه مگر اینکه در سیت عقبی یا صندلی عقب موتر باشید. خب در سوال از ما شما پرسان میکنه اگر وسیله نقلیه در حال حرکت است شما خب مجبور هستین که کمربند ایمنی تان بسته کنین و اگر بسته نکنین چی؟ جواب درستش کدام است؟ جواب اول است. و در صورت هر گونه کوتاهی ممکن است جریمه شوید. این که موتر از هر مدل سال است و یا ای که ما در سیت پیشروی هستیم یا در سیت پیش سر، این فرق نمیکنه. در هر شرایط باید ما و شما کمربند خود بسته کرده باشیم و اگر کدام کوتاهی کنیم باید به یاد داشته باشیم که ممکن از طرف پلیس جریمه شویم. سوال بعدی: شما در پشت چراغ سرخ یا قرمز منتظر دور زدن به راست هستید. یک عابر پیاده در سمت راست وسیله شما قرار دارد که منتظر است از عرض سرکی که شما قصد ورود به آن را دارید عبور کند. وقتی چراغ شما سبز می شود حق تقدم عبور با کیست؟ خود سوال از ما و شما پرسان میکنه که چراغ سرخ است و شما میخواین مثلا به سمت راست دور بخورین و یک عابر پیاده یا یک کسی که میخواد پیاده از عرض سرک عبور کنه هم منتظر است و زمانی که چراغ سبز میشه شما خود میفهمین چراغ که سبز میشه باید دور بخورید. در سوال میگه اینا لمی شخص پیاده حق اولویت داره که تیر شوی یا شما؟ باید داشته باشین دوستای عزیز در هر شرایط و در هر زمان و مکان کسی که پیاده از سرک تیر میشه او حق اولویت داره. پس جواب را یک بار میخوانیم. اگر خط عابر پیاده مشخص نباشد حق تقدم عبور با شماست. جواب دوم میگه چون چراغ شما سبز است حق تقدم عبور با شماست. جواب سوم میگه این فرد پیاده حق تقدم عبور دارد. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب سوم است. چرا؟ چون پیشتر هم گفتیم هر زمان و هر مکان فرد پیاده رو یا شخصی که پیاده از سرک تیر میشه حق اولویت بر از اوست که او باید تیر شود. سوال بعدی: کدام یکی از دواها یا داروهای زیر احتمالاً می تواند به توانایی شما در رانندگی لطمه بزند؟ جواب را یک بار میخوانیم. هر نوع دوا یا داروی. جواب دوم میگه فقط دارو یا دواهای سرماخوردگی و حساسیت. جواب سوم میگه فقط دوا یا داروهای نسخه دار. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب اول است. یعنی هر نوع دارو یا دوای میتونه بالای ما شما تاثیر کنه و سطح توانایی ما را در زمان رانندگی چی کنه؟ کاهش بده. پس جواب درست ما همین جواب اول است. سوال بعدی: کدام یکی از جملات زیر در مورد دواها یا داروها و رانندگی صحیح است؟ جواب را یک بار میخوانیم. هر داروی تجویزی را در صورتی که احساس سرگیچه نداشته باشید می توانید مصرف کنید.
جواب دوم میگه همه دواهای نسخه ها و یا دواهای بدون نسخه ممکن است بر رانندگی شما تاثیر بگذارد. جواب سوم میگه فقط دوا یا داروهای غیر قانونی ممکن است رانندگی را مختل کند. دوستان عزیز میبینید که این سوال به دو طریقه آمد. در سوال پیشتر از ما و شما پرسان کرد و جوابش تمام داروها بود. در سوال بعدی هم عین سوال پرسان کرده ولی با طرز بیان متفاوت‌تر. پس جواب درستش کدام است؟ جواب دوم است. یعنی همه دواهایی که نسخه دار باشه یا بدون نسخه سر ما شما در رانندگی تاثیر میکنه. پس جواب درست ما امی جواب دوم است. سوال بعدی، اگر هنگام رانندگی به علت وجود مه غلیظ نمیتوانید سرک را خوب ببینید باید جواب را یک بار میخوانیم. در کنار سرک پارک کرده و چراغ‌های امرجنسی یا اضطراری خودش را روشن کنید. جواب بعدی میگه چراغ‌های قوی را روشن کرده و به رانندگی ادامه دهید. و جواب آخر میگه چراغ‌های امرجنسی یا اضطراری را روشن کرده و به رانندگی ادامه دهید. جواب درست ماده سوال کدام است؟ جواب اول است. در کنار سرک پارک کرده و چراغ‌های امرجنسی یا اضطراری خودش را روشن کنید. خب زمانی که می‌بینیم که غبار زیاد است و ما شما نمیتونیم پیش روی خود به درستی ببینیم، کاری که باید ما شما کنیم در کنار سرک پارک میکنیم موتر خود و چراغ‌های امرجنسی خود روشن میکنیم تا به موترهای دیگه همین موتر خود قابل دید بسازیم. یعنی اونا بتانن موتر ببینن که نمیشه یک موتر بنابر دلایل توقف کرده و با شما اصابت نکنه. تا زمانی که امی غبار کمتر شه بعد از اون میتونیم با روشن کردن چراغ‌های خود به رانندگی خود ادامه بدیم. سوال بعدی، انداختن یا رها کردن حیوانات در شهرراه. جواب را یک بار میخوانیم. فقط در مناطق روستایی مجاز است. جواب دوم میتواند منجر به پرداخت یک جریمه $1000 و 6 ماه زندان گردد. جواب آخر میگه غیر قانونی نیست ولی بالقوه خطرناک است. پس جواب درستش کدام است؟ جواب دوم است. اگر ما و شما حیوانات در شهرها رها میکنیم باید بفهمیم که الی $1000 هم ممکن جریمه شویم و ممکن الی 6 ماه زندانی هم شویم. پس هیچ وقتی نباید این کار ما و شما انجام بدیم. سوال بعدی، در کجا مجاز به پارک کردن موتر خویش هستید؟ جواب را یک بار میخوانیم. در نبش یک تقاطع؟ نه خیر. در پیاده رو در صورتی که بخشی از موتر در مسیر سرک باشد؟ نه خیر. جواب آخر میگه در خط عبور بایسیکل در صورت هیچ تابلوی در منع آن وجود نداشته باشد. پس جواب درست نسبت به این دو جواب دیگه ما امی جواب است. یعنی اگر کدام تابلوی نباشه که اینجا بر ما شما گفته باشه که پارک اجازه نیست، اگر این یک تابلو نبود ما شما میتونیم در خط بایسیکل پارک کنیم. ولی اگر کدام پارکینگ می باشه بهتر است که باید در پارکینگ موتر خود پارک کنیم یا در یک جای باشه که حداقل به سرک بایسیکل هم مزاحمت ایجاد نکنیم. سوال بعدی، کدام نشانه به شما میگوید که کنار سرک خاک نرم دارد؟ جواب را یک بار میبینیم. نشته سلایت اریا، سافت شولدر و لاین این سمرج لفت. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب دوم است. یعنی هر وقتی که از ما شما پرسان میکنه که کدام نشانه یا کدام لوحه به شما میگه که در کنار سرک خاک نرم است، جواب درستش امی لوحه دوم است. یعنی سافت شولدر، یعنی شانه سرک یا کنار سرک نرم است. سوال بعدی، شما از خروجی یک شاهراه که سراشیبی است خارج میشوید باید. جواب را یک بار میخوانیم. پس از رسیدن به گولایی بریک بگیرید. با سرعتی که برای شاهراه تعیین شده است تغییر وضعیت دهید. جواب سوم میگه قبل از رسیدن به گولایی یا پیچ سرعت خود را تا سرعت مطمئن کاهش دهید. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب سوم است. یعنی قبل از اینکه ما شما در گولایی برسیم باید سرعت خود کم کنیم. نه اینکه اگر در گولایی رسیدیم وقتی که اشترینگ خودم دور میتیم بریک هم باید بگیریم. اگر این کار کنید ممکن که موترتان چرخ بخوره. پس قبل از اینکه شما به کدام گولایی میرسین سرعتتان باید به یک سرعت مطمئنه برسانید. یعنی سرعتی که میفهمین که در این سرعت دور خوردن براتون مشکل ایجاد نمیکنه باید به اون سرعت برسانید و بعد از اون دور بخورید. پس در این سوال ما جواب درست جواب سوم است. سوال بعدی، میخواهید از موتر در حال حرکت پیشروی خودش عبور کنید اما فضای برای سبقت گرفتن در سمت چپ شما وجود ندارد. شما با شرط زیر از سمت راست سبقت گرفته میتوانید. خود دوستان ما و شما میفهمیم که فقط در دو شرایط ما و شما از موتر پیشروی خود میتونیم از سمت راستش سبقت بگیریم. یکی که این موتر پیشروی ما بخواد به سمت چپ دور بخوره ما و شما میتونیم از سمت راستش سبقت بگیریم. و دوم شرطی که اگر سرک یک طرفه می باشه یعنی سرک می باشه که چند لاین داره و تمام لاینا به یک سمت رفته میتونیم اگر در سمت راستش کدام خط یا لاین دیگه باشه از سمت راستش سبقت بگیریم.
پس ببینیم که از این دو شرط کدامش در بین جوابات وجود داره. جواب اول میگه موتر یا خودروی دیگر آهسته تر از سرعت اعلام شده حرکت میکند. جواب دوم میگه خطی در سمت راست وجود داشته باشد که بتوانید از آن سبقت بگیرید. بله درست است. جواب سوم هم یک بار میخوانیم باید روی شانه جاده رانندگی کنید. نه خیر. جواب درست ما کدام است که از امون دو شرط یک شرطش این داخل از این جواب ها است که امی جواب درست است. پس جواب درست ما امی جواب دوم است. سوال بعدی. دوستان عزیز قبل از اینکه من به حل سوال بعدی برم من لینک از این سوال براتان تهیه کردیم. شما اگر میخواین که به این شکل امتحان بتین یعنی امتحانات آزمایشی بتین کسایی که ویدیو را دیدن تا اینجای ویدیو لطفا کامنت بانن من برشان حتما لینک از این روان میکنم. اونا میتونن از این لینک استفاده کرده خودشان یک بار امتحان آزمایشی بتن ببینن که از این سوالات چند تایش میتونن حل کنن و چند تایش نمیتونن حل کنن. پس این لینک کمکتان میکنه چندین بار میتونین در این لینک امتحان بتین که ببینین تا چی حد سوالا رو شما دیدین یا میفهمین. بعد از او میتونین برین امتحان بتین و این امتحانات آزمایشی شما را به امتحان اصلیتان بسیار کمک میکنه. پس اگر میخواین لینک از این امتحان یا لینک از این سوالات داشته باشین حتما در پایین از این ویدیو کامنت بانین. سوال بعدی. هنگامی که طوفان بارانی یا مه سنگین ایجاد می شود شما باید چی بکنید؟ جواب را یک بار میخوانیم فقط با چراغ‌های پارکینگ رانندگی کنید. جواب دوم میگه در صورت امکان تا زمانی که وضعیت بهتر نشود رانندگی نکنید. جواب آخر میگه از نور بالای چراغ‌های جلو برای حد اکثر میدان دید استفاده کنید. جواب درست از این سوال ما کدام است؟ جواب سوم است. سوال بعدی. اگر به بیماری مبتلا هستید که ممکن است بر رانندگی ایمن یا مسون شما تاثیر گذارد باید خانه خالی را مطالعه کنید. یعنی بر ما شما میگه اگر کدام بیماری دارین که مسون رانندگی کردن نمیتونین مثلا پایتان تکلیف داره یا چشمتان تکلیف داره یا دستتان یا کدام مریضی دیگه دارین خدای نخواسته که این نمیتونین با این مریضیتان رانندگی مسون داشته باشین. پس کی را باید مطالعه بسازین یا کی را باید خبر بدین؟ جواب را یک بار میخوانیم اداره موترهای دی ام وی را. جواب بعدی میگه شرکت بیمه خود را و جواب آخر میگه پلیس محلی یا سی اچ پی را. پس جواب درستش کدام است؟ جواب اول است. اگر کسی مریضی می داشته باشه که نمیتونه مسون رانندگی کنه باید اداره موترها یا دی ام وی را در جریان بانه. سوال بعدی. 3 نوبت از بهترین دفعاتی که باید ترافیک پشت سر خود را بررسی کنید کدام هستند؟ یعنی به ترتیب کدام زمانها مهم است که باید موترهای اطراف خود یا پشت سر خود بررسی کنیم. جواب را یک بار میخوانیم. تغییر خط، عبور از تقاطع و کاهش سریع سرعت. جواب دوم میگه عقب رفتن، تغییر خط و کاهش سریع سرعت. جواب سوم میگه عقب رفتن، دور زدن و عبور از یک تقاطع. پس جواب درست از این سوال ما کدام است؟ جواب دوم است. یعنی ما و شما هر زمانی که موتر ما را به عقب میرانیم یا تغییر خط میتیم و یا بعضی وقتا پیش میاد که باید سریعا سرعت خود کم بکنیم در هر سه از این حالت باید ما و شما با دفعات مختلف باید ترافیک پشت سر یا موترهای پشت سر خود چک کنیم. بعد از او که مسئول بود میتونیم این کار انجام بدیم. سوال بعدی. زمانی که موتر بس یا اتوبوس مدرسه با چراغ‌های سرخ یا قرمز چشمک زن در جلو شما در کنار جاده توقف کرده است باید اولش دوستای عزیز باید براتون بگویم که من لغت‌های فارسی ایرانی از این را براتون به خاطر از این آوردیم که در جایی که ترجمه شده عموما لغت‌های فارسی ایرانی است. از او خاطر من این لغت‌ها را در سوالا گنجانیدیم تا با این لغت‌ها شما آشنا شوین تا اگر در زمانی که شما امتحان میدین با کسایی که بدری امتحان میدن اگر این لغت ها را میفهمند باید بفهمند که مثلا اتوبوس چی مانا، ترمز گرفتن چی مانا یا مثلا در بعضی سوالات فلکه آمده یعنی فلکه همون چارایی را میگن که باید با این لغت ها شما آشنا باشین که نشد وقت که در امتحان می باشین این لغت ها را نفهمین باز کسی هم نمی باشه که براتون این لغت ها را ترجمه کنه. خدای نخواسته ندانستن این لغت ها باعث ناکامی شما نشه. جواب را یک بار میخوانیم. توقف کنید تا چشمک زدن چراغ‌ها متوقف شود. جواب بعدی میگه خط را عوض کنید، آهسته برانید و با احتیاط عبور کنید. جواب بعدی میگه توقف کرده تا همه کودکان اتوبوس را ترک کنند.
دوستای عزیز، در این سوال اکثریت دوستای ما متاسفانه دچار اشتباه میشن. اونا عموما جواب سوم انتخاب میکنن که جواب درست از این سوال ما جواب اول است. باید ما شما وقتی که در عقب یک موتر مکتب توقف میکنیم تا زمان به می توقف خود ادامه بدیم تا که امی چراغای موتر خاموش شود و این موتر حرکت کنه. وقتی که موتر حرکت کرد او زمانی است که ما شما اجازه داریم تا در تعقیب از او حرکت کنیم. یعنی قبل از اینکه او حرکت کنه یا قبل از اینکه چراغای از او موتر خاموش شود ما شما به هیچ صورت اجازه نداریم که در تعقیب از او موتر یا قبل از اینکه او حرکت کنه حرکت کنیم. پس جواب درستش همین جواب اول است. سوال بعدی: سرعت در مناطق مسکونی یا تجارتی در صورتی که به نحو دیگر اعلام شده باشد برابر است با. خود سوال از ما شما پرسان میکنه که سرعت در مناطق مسکونی چقدر است. اگر به کدام شکل دیگه یا کدام لوحه دیگه بند شده باشه خب ما شما ناگزیر هستیم از اون لوحه اطاعت کنیم. اگر لوحه نباشه باید چقدر سرعت داشته باشیم. این سوالا میمونم برای خود شما دوستا. کسایی که ویدیو را میبینین جواب درست از این در کامنت برای من نوشته کنین تا ببینیم کدام دوست ما جواب درست ارائه میکنه. سوال بعدی: وقتی در سربالایی پارک میکنید همیشه ترمز دستی خود را بکشید و. خود سوال از ما شما پرسان میکنه وقتی که در سربالایی موترتان پارک میکنین امی ترمز دستی یا آین بریک موترتان کش کنین یا بلند کنین تا و بعد از او چی کنین؟ جواب را یک بار میخونیم. تایرهای موتر یا چرخهای وسیله را موازی با سرک یا جاده قرار دهید. جواب بعدی میگه موتر خود را در حالت خلاص بگذارید. جواب آخر میگه اطمینان حاصل کنید که وسیله نقلیه شما در حال پارک یا در دنده است. جواب درستش کدام است؟ همین جواب سوم است. وقتی که ما شما موتر خود در سربالایی پارک میکنیم همین ترمز دستی یا آین بریک هم کش میکنیم. بعد از او باید خود مطمئن بسازیم که همین موتر توقف کرده یا همین موتر کاملا استاده شده. وقتی که استاده شده بود میتونیم با خیال راحت موتر را ترک کنیم، بریم به جایی که میخوایم، دوباره بیایم و موتر خود بشینیم. نشه که خدای نخواسته شما این ترمز دستی را یا می آین بریک تانه بلند کنین و آین بریک فیل باشه یا کار نته وقتی که از موتر پایین شوین که ببینین پیش از شما این موتر حرکت کرده. سوال بعدی: فقط در شرایط زیر هنگامی که چراغ سرخ یا قرمز است می توانید به سمت چپ گردش کنید. جواب را یک بار میخوانیم. از یک خیابان دو طرفه به یک خیابان دو طرفه دیگر. جواب دوم میگه یک خیابان یک طرفه به خیابان دو طرفه دیگر و جواب سوم میگه از یک خیابان یک طرفه به خیابان یک طرفه دیگر. جواب درست ما کدام است؟ جواب سوم است. دوستای عزیزی در اکثر امتحانات این سوال آمده که اکثریت دوستای ما خوشبختانه جواب درستش انتخاب کردن. همین جواب سوم جواب درستش است. هر زمانی که چراغ سرخ می باشه ما شما میتونیم به سمت چپ با کدام شرط دور بخوریم؟ با شرط از اینکه از یک خیابان یک طرفه یا یک سرک یک طرفه به یک سرک یک طرفه دیگر ما شما بخوایم دور بخوریم. اگر چراغ سرخ هم باشه مشکل نیست، میتونیم دور بخوریم. سوال بعدی: هنگام پیوستن به شهرها باید خانه خالی رانندگی کنید. جواب را یک بار میخوانیم. سریعتر از سرعت ترافیک حرکت کنید. جواب دو میگه در حد یا نزدیکی سرعت ترافیک حرکت کنید و جواب بعدی میگه آهسته تر از سرعت ترافیک حرکت کنید. نه خیر، جواب درست ما کدام است؟ جواب دوم است. بر ما شما میگه هر زمانی که در شارع داخل میشین سرعتتان باید با اسپید شارع و یا حداقل یک چیز کمتر از او باشه. نه با فاصله بسیار زیاد سرعت داشته باشه یا نه با فاصله بسیار زیاد سلو از شارع باشین. یعنی یا با مو سرعتی که برتان اجازه داده و یا یک چیزی که کمتر از او باشین. پس جواب درست ما جواب دوم است. سوال بعدی: چی موقع می توانید وارد خط بایسیکل شوید؟ جواب را یک بار می خوانیم. برای سبقت گرفتن از موترهای دیگر؟ نه خیر، تحت هیچ شرایط عبور نمی کنید. جواب بعدی را می خوانیم. برای گردش به سمت راست. جواب درست ما همین جواب سوم است. هر زمانی که ما و شما به سمت راست می خواهیم دور بخوریم میتونیم داخل خط بایسیکل شویم و به سمت راست دور بخوریم. پس جواب درست ما همین جواب سوم است. سوال بعدی: در چه زمانه استفاده از تلفن همراه بدون داشتن هندز فری هنگام رانندگی قانونی است؟ جواب را یک بار میخوانیم. هنگام تماس گرفتن برای دریافت کمک اضطراری. جواب بعدی: هنگام استفاده از دستگاه برای بررسی پیام‌های متنی یا ایمیلی. نه خیر، جواب آخر میگه هنگام تلفن زدن در حالی که پشت چراغ سرخ ایستاده اید.
نه خیر. جواب درست ما کدام است؟ اگر یک حالت اضطراری پیش میاد میتونیم تلفن خود در دست خود بگیریم و تماس بگیریم یا کدام تماس را دریافت کنیم در حالت امرجنسی. در غیر از او با این شرایط دیگه که در جواب بر ما گفته به هیچ صورت نمیتونیم بدون هندز فری تلفن خود استفاده کنیم. سوال بعدی: در هنگام پارک کردن در کنار سرک تایرهای شما چند اینچ باید با جدول فاصله داشته باشد؟ جواب را یک بار میخوانیم: 56 اینچ، 48 اینچ و 18 اینچ. جواب درست ما کدام است؟ جواب درست 18 اینچ یا جواب سوم است. چرا؟ چون ما و شما نمیتونیم وقتی که در بغل سرک پارک میکنیم با یک فاصله زیادی از جدول قرار داشته باشیم. اگر فاصله ما بسیار زیاد با جدول باشه، خود طبیعی است که ما و شما سرک بند میسازیم، مسیر موترهای دیگر بند میسازیم. پس از او خاطر فاصله که ما و شما باید با جدول داشته باشیم زمانی که پارک میکنیم 18 اینچ باشه. سوال بعدی: هنگامی که شرایط آب و هوایی شما را ملزم به استفاده ممتد از برف پاک میکنند باید از خانه خالی هم استفاده کنید. یعنی میگه شرایط میشه مثل بارندگی باران یا بارندگی برف میشه. شما مجبور هستین برف پاکتان روشن کنین و از برف پاک استفاده کنین تا شیشه پیشرویتان پاک نگه داره. و در کنار از این دیگه از چی استفاده کنین؟ جواب را یک بار میخوانیم: چراغ‌های پیشروی یا جلو. جواب دوم میگه بخاری شیشه و جواب سوم میگه چراغ‌های علامت اضطراری یا امرجنسی. نه خیر. جواب درستش کدام است؟ چراغ‌های پیشروی یا جلوی. چون شرایط اضطراری شده که ما و شما برف پاک خود استفاده میکنیم. پس در زمانی که ما و شما برف پاک استفاده میکنیم باید چراغ‌های پیشروی ما را روشن کنیم. سوال بعدی: اگر راننده هستید که تصادف کرده اید باید با افراد دیگر اطلاعات مربوط به لیسانس یا گواهینامه رانندگی خود را تبدیل نمایید. یعنی اگر تصادف کردین که کسی اولا اطلاعات رانندگی یا گواهینامه یا لیسانس تان امرایش تبادله شریک میسازین و بعد از دیگه چی چیزا را باید امرایش شریک بسازین؟ جواب را یک بار میخوانیم: فقط مدرک بیمه و مدارک ثبت موتر. فقط مدرک بیمه. جواب بعدی میگه مدرک بیمه، مدرک ثبت موتر و آدرس فعلی. پس درست ما کدام است؟ جواب سوم است. سوال بعدی: کدام علامت برای شما میگوید که سرک باریکتر می شود؟ جواب را میبینیم. در این جواب اوله که ببینید نشته است رود نرو، یعنی سرک چی میشه؟ باریکتر میشه. در پیشروی سرک باریکتر میشه. پس جواب درست ما امی لوحه سمت راست ماست. سوال بعدی: کدام نشانه به معنی تعداد خطوط راه آهن در محل تقاطع راه آهن است؟ در سوال بر ما شما میگه از این سه لوحه که در پایین تصویر است کدامش بر ما شما تعداد خطای راه آهن یا تعداد خطای ریل بر ما نشان میده که بر ما شما بگه مثلا در می پیشرویتان 3 خط ریل است، 4 خط ریل است یا 2 تاست یا 1 تا. لوحه که در سمت راست تان است دوستای عزیز، این لوحه که در این قسمت است بر شما میگه که در پیشرویتان 2 خط ریل پشت در پشت است. پس این لوحه بر ما شما تعداد خطوط راه آهن نشان میده. لوحه سمت راست. سوال بعدی: کدام نشانه به شما میگوید که اگر به خط دست راست هستید باید خارج شوید؟ جواب را یک بار میبینیم: road close ahead, detour, slower traffic, use turnouts. پس جواب درست ما کدام است؟ این جواب شماره 1 است. یعنی لوحه سمت چپی ما بر ما میگه کسایی که در خط سلو هستن یا در خط سمت راست هستن باید از سرک خارج شوند. سوال بعدی: کدام لوحه به شما میگوید که در پیشروی کارگران در سرک مشغول کار هستند؟ جواب را یک بار میبینیم: two-way traffic ahead, emergency parking only. و جواب دیگه ما میگه main working، یعنی کارگرها در روی سرک کار میکنن. پس جواب درست ما امی لوحه شماره 1 ماست. سوال بعدی: هنگامی که خودروی دیگر یا موتر دیگر را هنگام رانندگی نمیبینید چی باید بکنید؟ خود سوال از ما شما پرسان میکنه شما رانندگی میکنید و در اطرافتان کدام موتر یا خودروی دیگر را نمیبینید، شما چی باید بکنید؟ جواب را یک بار میخوانیم: لزومی ندارد برای گردش کردن و تغییر خط علامت راهنما بزنید. جواب بعدی میگه باید باز هم برای گردش کردن و تغییر خط علامت راهنما را بزنید. جواب بعدی میگه می توانید قانونا از سرعت تعیین شده سریعتر حرکت کنید. نه خیر. جواب درستش کدام است؟ جواب دوم است. قانون بر ما شما میگه هر زمانی که لاینتان تغییر میتین و یا در کدام مسیر دیگه دور میخورین باید راهنما یا چراغ اشاره تان روشن کنید. پس اگر کدام موتر می باشه یا نمی باشه ما شما ناگزیر هستیم این قانون مراعات کنیم. پس جواب درست ما همین جواب دوم است. سوال بعدی: کدام علامت برای شما میگوید کنار سرک نرم است؟ جواب را یک بار میخوانیم: سلاید ایریا. جواب دوم میگه سافت شولدر و جواب بعدی میگه لاین اندز مرج لفت. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب دوم است. سافت شولدر یعنی کنار سرک یا شانه سرک
نرم است. جواب درست ما همین جواب دوم است. سوال بعدی: کدام علامت برای شما میگوید که سرک مسدود است؟ جواب را یک بار میخوانیم. Slower traffic use turnouts detour road close ahead. پس جواب درست ما کدام است؟ جواب سوم است. جوابی که سمت راست است برای ما و شما میگه سرک در پیشروی مسدود یا بسته است. پس جواب درست همین جواب سوم ماست. سوال بعدی: کدام علامت برای شما میگوید این سرک دارای تقسیم کننده یا جدا کننده در وسط است؟ جواب درست ما همین جواب سمت راست ماست. دوستای عزیز، لوحه هایی را که میبینید در تصویر، لوحه‌ای که در سمت راست ما و شماست، برای ما و شما میگه که سرکی که شما در او قرار دارین دارای یک جدا کننده است، یعنی دارای یک جدول است که سرک شما را با سرکی که از مقابلتان میآید جدا کرده. پس جواب درست ما همین جواب اول یا سمت راست ماست. سوال بعدی: کدام علامت به شما میگوید که در پیشروی سرک ریگی است؟ جواب را یک بار میبینیم. این جواب خب بر ما شما سرک رفت و برگشت نشان میده و در جواب دوم میگه no turns یعنی دور خوردن اجازه نیست و جواب دیگه ما میگه loose gravel یعنی در پیشروی سرک ریگی است، یعنی دیگه قیر نیست، این سرک ما خامه شده یا ریگی شده. پس جواب درست ما همین لوحه سمت چپ ماست. سوال بعدی: کدام علامت برای شما میگوید که موتورها یا خودروها از سمت راست وارد جاده میشوند؟ جواب را یک بار میبینیم. این ساین بر ما شما میگه که دور برگردان یا یوتورن اجازه نیست و این سوال میگه که سرک به سمت چپ دور خوردگی تند داره، ولی این جوابی که در سمت چپ است بر ما شما میگه که یک سرک دیگه از سمت راست به سرکتان وصل میشه. خود طبیعی وقتی که یک سرک وصل میشه، موتورها از سمت راست به سرکتان وصل شده میره یا اضافه شده میره. پس جواب درست ما همین جواب سمت چپ ماست یا شماره یک ماست. سوال بعدی: دنبال کردن یا سپر به سپر و مسدود کردن ترافیک نمونه از؟ جواب را یک بار میخوانیم. رانندگی پرخاشگرانه، رانندگی دفاعی و رانندگی به ملاحظه است. نه خیر، جواب درست ما کدام است؟ جواب اول ماست که بر ما و شما میگه کسایی که سپر به سپر یعنی در تعقیب موترت میای بسیار با فاصله کم، فاصله را مراعات نمیکنه و بسیار در تعقیب موترت نزدیک شده. پس این دریورهای پرخاشگرانه هستند. سوال بعدی: هنگام رانندگی در نزدیکی مناطق کار باید؟ جواب را یک بار میخوانیم. سرعت را کاهش داده و به کاری که در حال انجام است نگاه کنید. جواب دوم میگه فاصله خود را با موترهای پیشروی افزایش دهید. جواب سوم میگه با دقت از منطقه کار عبور کرده و از پرت شدن حواس خود جلوگیری به عمل آورید. جواب درست ما دوستای عزیز جواب سوم است. در این سوال هم اکثریت دوستای ما دچار اشتباه میشن، متاسفانه جواب اول انتخاب میکنن. صحیح است که ما و شما باید سرعت خود کم بکنیم، ولی به کار نگاه نباید بکنیم. ما و شما باید به جاده نگاه کنیم تا حواس ما پرت نشه. اگر ما و شما به کار یک کارگر در جاده نگاه کنیم، پس در پیشروی موتر اگر هر چیزی بیاید متوجه از اون نمیشیم و خدای نخواسته باعث حادثه میشه. پس وقتی که در داخل یک ساحه کار داخل میشین، با دقت از منطقه کار عبور میکنین و از پرت شدن حواستان یعنی به هر چیزی سیل نمیکنین، فقط به جاده سیل میکنین یا به سرکتان سیل میکنین و از پرت شدن حواس جلوگیری میکنین. سوال بعدی: در شاهراه‌ها شما باید سرک را اسکن کرده و جواب را یک بار میخوانیم. مراقب سیگنال های رانندگان دیگر باشید. جواب دوم میگه دائما به جاده‌ای که درست پیش روی موتر شماست نگاه کنید و جواب سوم میگه آینه های خود را کمتر نگاه کنید. نه خیر، جواب درست ما کدام است؟ وقتی که ما در شاهراه‌ها رانندگی میکنیم ممکن که موترها زیاد تغییر لاین بده، پس مراقب سیگنال های راننده های دیگه میباشیم که اگر میبینیم کدام موتر اشارهش روشن است یا میخوایم مسیر خود تغییر بده، باید ما و شما هم احتیاط کرده و اجازه بدیم تا مسیر خود تغییر بده. سوال بعدی و سوال آخر: اگر در یک حادثه راننده بعد از دریافت علامت از جانب پلیس موتر خود را توقف نکند و از صحنه فرار کند، حتی اگر کسی مجروح نشده باشد، ممکن است به روش زیر مجازات شود. یعنی میگه اگر در یک مکان حادثه شده باشه و یکی از کسایی که در حادثه داخل بودن، حتی وقتی که پلیس برش هشدار میده، این آدم فرار میکنه. میگه اگر حتی در اون حادثه کسی زخمی هم نشده باشه، کدام جریمه را یادم میشه؟ جواب را یک بار میخوانیم. احضاریه و اخطاریه. جواب دوم میگه حد اکثر 1 سال زندان و جواب سوم میگه جریمه تا $1000. نه خیر، جواب درست ما کدام است؟ حد اکثر 1 سال زندان، یعنی کسی که یک جای حادثه میکنه و با وجودی که پلیس برش هشدار میده که توقف کو، ولی یادم توقف نمیکنه، مجازات از یادم حد اکثر 1 سال زندان است. پس اگر شما دوستای عزیز خدای نخواسته کدام وقت حادثه میکنین
کوشش کنین که از سایه حادثه فرار نکنین. در کنار سرک یک جایی که امن است توقف کنین و منتظر آمدن پلیس باشین. بعد از اینکه پلیس آمد شما قضیه را برش واضح بیان کنین و پلیس تصمیم میگیره که شما را جریمه کنه و یا شما را ابرا بده که شما برین. پس هیچ وقت از سایه حادثه نباید ما شما فرار کنیم. دوستان عزیز، خدا کنه که از ویدیو و سوالاتی که براتان آورده بودم خوشتان آمده باشه، مشکلاتتان حل شده باشه. دوستان عزیز، اگر شما لینک از سوالات میخواین در کامنت بر من پیام کنین، من براتون لینک از سوالات روان میکنم. شما میتونین آزمایشی پیش خود امتحان بدین تا ببینین چقدر از این سوالات درست جواب میتین و چقدرش جوابش نمیفهمین. و در اخیر از این لینک وقتی که شما سابمیت میکنین براتون نمره و ای که چقدر سوالات درست جواب دادین و چقدر سوالات اشتباه جواب دادین کلش براتون نشان میده. پس اگر این لینک میخواین در آخر ویدیو حتما بر من کامنت کنید. دوستای عزیز، جا دارد تا در آخر ویدیو از تمامی دوستایی که همیشه با کامنت های زیبایشان مرا حمایت و تشویق کردن سپاسگزاری کنم. و از شما دوستان میخوایم که اگر کدام انتقاد، پیشنهاد، سوالی دارین لطفا در پایین همین ویدیو بر من کامنت بانین و من حتما به زودترین فرصت به کامنت هایتان رسیدگی میکنم. بازم تشکر از یک و یکتان. تا دیدار بعد، بدرود.